دیرین در زمان دیرین قیمت اجناس بستگی به مذاکرات داشت. اکاسب محترم قیمت اجناس را بر اساس فراز و فرود صحبت‌های مذاکرات بالا و پایین می‌کردند. به گوش باشین مذاکرات بسته‌ای آغاز شد و بسته پیشنهادی باز شد. آخه قیمت کشید پایین. به گوش باشید، هنوز اختلاف بر سر جزئیات کلی باقی است. ای بابا کشید بالا که. اکنون اختلاف بر سر کلیات جزئی برطرف شد. خیلی خوب دوباره کشید پایین. نشد، دعوا شد. ای بابا چه وضعیتی شد. حالا آشتی شد و فضای مذاکرات مثبت ارزیابی شد. در رو قفل کردن رفتن. خیلی خوب آفرین، دیگه از این بهتر بابا سر کار بودیم، این اصلا کاری به مذاکرات نداره. یه روز خوب اومد که من توشم، امیدوارم مفید واقع شم. آنها